مادر پیر دیدم که در بین مردهای سادگی مادر جان خیریت است. شیخ همین مردم جمع شدنش سببش میدونی نه یک فرزند دارم در حیات. همون فرزندم عمرش به گناه گذرانده است. لحظه های آخرانه نفس مرگش است. این مردم جمع شدن میگن فرزند تا این محله بعد ما کجا بود. شیخ میگه مردم تسلی دادم و رفتم گفتم که همون جوان رو توبه بکنه خدا ببخشه. پیسای شاد میگه رفتم حتی کمپیر افتیده و خیستم. همون حالت میگه جوان مرا دید داد زد. گفت خدایا چرا تیز دعایم را قبول کرد؟ شیخ میگه حیران شدم گفتم این فاسق است بدبخت است. او میگه دعام قبول شده. چی دعا کرده بود؟ دعا یکم همین بود پروردگارا من بسیار گناه کردم. اصلا یک خواهشم همین است. پیش از که عزرائیل به سر من روی میکنه شیخ روی کرد. بی خدا مرا ناامید نکرد. تو خودت نامید تو خدا مجبور کرد. دیگه